خب سلام. امروز منم با بتل رویال پارت دومی یا سومه. خب تا بازی شروع نشه فالوم کن و زنگوله کنارش هم بزن و تو توضیحات لینک کانال روبیکام هم گذاشتم. برو اونجا عضو شو. چیتایی میذارم که هیچ جایی گذاشته نشده است و نخواهد گذاشته شده. خب همه اون کانال که فری فای دارن میان از من چیت میگیره، همشون رایگانه. بریم لایک کناری هم بکوب. اینقدر من زحمت میکشم برای این ویدیو. به خدا الان من این ویدیو رو سه دفعه گرفتم چون خراب میفته یا هنگ میکنه یا پینگم خراب میشه، به خاطر همون. خدا این کارم یه لایک نداره، یه فالو نداره. خب بذار یه ذره صدای ویدیو رو زیاد کنیم. خب بریم. زیاد شد نه؟ خوبه. خب نه صداش خوبه. خب اول چند کیل بزنیم بعد بریم وسط های زمین. این کسی هستش؟ سوتاکور. هنوز 4 نفرمون مرده از 50 نفر. اینم کجا شلوغ ترین جا؟ اونجا، همینجا جلو شلوغ ترین جایه. خب بریم. دفعه بعدی پارت 5 دوئل قرار خواهم گذاشت. حتما خبر دارین دیگه. اکانت اولم بند شد به خاطر اینکه داشتم چیت براتون تست میکردم. به خاطر شما بند شد ولی عیب نداره، مهم نیست. 6 روزه بند شد، هنوز 4 روزش مونده دیگه. من تو اکانت اصلی دیگه هیچ چیزی امتحان نمی کنم. میبینین دیگه با یکی اکانتم اومدم. ولی من یه چیت دیگه داشتم امتحان میکردم. این چیت بدون بنه. میبینین دیگه دارم بازی میکنم. سلام داداش. حال کردیم. خودم دارم میمیرم. بریم. به خدا ناراحت شدم اکانتم 4 روز بند شد. به خاطر اینکه به خاطر شما اکانتمو بند کردم. یه دونه لایک نداره این کار. یه حرکت با پتم برم. بخواب. الان من بیام این کار انجام نمیدم. ها خوابی. نه یه نفر اینجاست. زدمش. بریم. اونجا هم یه نفر هست. حال میکنی هم آنتنه هم هده. میخوام از اینجا بزنمش. آدم یا مرده؟
نمیدونم. نه یه نفر. خوردش. داره چرا اون طرف میره؟ اونجا داره بسته میشه. یا برفس. اینجا یه نفره. این از این. لقب کینگ اسنایپر دادم به. این هم از این. ما میریم آدم پیدا میشه. تو از کجا اومدی؟ این نه یه نفر اینجاست. بیا بیا بیا. هد میزنه به هم. این از این. این هم از تو. این هم از تو. لذت زوم بگیم. چی داره میزنه؟ چی داره میزنه؟ اینا. خودم با دست خودم میکشمت. کی زد؟ چی کرد؟ برنده شدیم، مهم نیست. ممنون، خدا نگهدار.